Well, the tech stock momentum continues through Wednesday's report. Will the run come to abrupt? Collectively lost $10 trillion since President Trump's Rose Garden address unveiling his tariff plan. Tentative ceasefire in the Middle East has sparked rallying for assets. Let's welcome in Will the run come to an abrupt? It's time for a revolution. درود و ارادت خدمت همگی دوستان عزیز. جلسه ششم دوره فرکتالیست رو میخوایم با هم شروع بکنیم. بخش تخصصی. توی این جلسه ما میخوایم راجع به فلگ لیمیت و پاز کامل صحبت بکنیم. FLO که توی جلسه قبلی هم راجع به صحبت کردیم، گفتیم به فلگ لیمیت های هم اسکیل میگیم و برای بحث پاز هم ما دو مدل پاز داریم، یکی پاز کامله و یکی پاز نیمه، که امروز راجع به پاز کامل میخوایم صحبت بکنیم. جلسه قبلی توضیح دادیم راجع به نحوه تشخیص فلگ، که اصلا فرکتال چیه، تغییر فرکتال چیه، که توی صحبت‌هایی که داشتیم گفتیم که به این مدل گره هایی که همسایز و هم اندازه هم داره حرکت میکنه و از جایی که اینا رو بهشون میگیم فرکتال و از جایی که قیمت یک تغییر فرکتالی رو انجام میده و دوباره بعدش یک سری فرکتال دیگه میسازه، به اینا میگیم فرکتال، و به اون جایی که قیمت تغییر سایز داده یا به اصطلاحی ماژور کرده میگیم تغییر فرکتال. و ما تغییر فرکتال ها رو گفتیم به عنوان فلگ در نظر میگیریم که فلگ میشه فلگ لیمیت های اسکیل بالاتر. این کل صحبتی بود که جلسه قبلی انجام دادیم. توی این جلسه حالا قرار راجع به FL صحبت بکنیم یا فلگ لیمیت های هم اسکیل قیمت. از اینجا به بعد قرار با یک ساختار مادر و یک ساختار اصلی و بیس کل کاری که قرار انجام بدیم آشنا بشیم که تحت عنوان آپل لوور فلگ، که این ساختار آپل لوور فلگ ساختاریه که تشکیل شده از فلگ و آپر FL و لوور FL، که آپر و لوور دو تا فلگ لیمیت هستن که اگر بخوام شماتیکش رو براتون رسم بکنم به این حالته که ما در وهله اول یک فلگی رو باید تشخیص بدیم به این حالت، یعنی یک جایی که قیمت تغییر فرکتال انجام داده رو باید پیدا بکنیم و این رو به عنوان فلگ رسمش بکنیم. فلگ ها رو با رنگ مشکی رسم میکنیم. برای پیدا کردن آپر FL و لوور FL میایم چیکار میکنیم؟ میایم یه خط میندازیم روی سقف قیمت و میریم به سمت چپ و از چپ نگاه میکنیم که ببینیم این سقف این فلگ روی چه گره‌ای ساخته شده. روی هر گره‌ای که ساخته شده بود اینو رسمش میکنیم به این حالت و ببخشید و رنگش رو قرمز میکنیم. برای کف هم میایم از روی کف یه خط میندازیم میریم به سمت چپ و نگاه میکنیم ببینیم از پایین و از کف هم به چه گره‌ای برخورده که ما فرض میگیریم به این گره خورده و این گره رو هم به عنوان لوورش رسم میکنیم. این میشه ساختار مادر و بیس ما توی سبک فرکتالیست که تشکیل شده از یک فلگ، یک آپر FL و یک لوور FL. حالا این آپر FL ممکنه که اینجا یک
سواپی و یک ردی رو برای ما ساخته باشه به این حالت که ما این رو هم رد میزنیم به این شکل. الان ما یک فلگ داریم، یک آپر اف ال داریم، یک لور اف ال داریم و یک رد آپر اف ال رو داریم. یک فاصله بین این آپر و این لور وجود داره اینجا، یعنی از اینجا تا اینجا برای ما یک فاصله وجود داره. این فاصله که اینجا وجود داره رو ما بهش میگیم پاز. در اصل این پاز کامل ماست. ما یک پاز نیمه ای هم داریم که جلسات بعدی باش آشنا میشیم. پاز کامل میشه این. حالا اصلا خود پاز به چه معناست؟ پاز به معنای خلأ نقدینگیه. اما خلأ نقدینگی به چه معنیه؟ یعنی به این معنیه که ما در این فاصله اینجا هیچ نقدینگی وجود نداره که در آینده اگر قیمت اومد بهش خورد وارد شد مثلا نمیتونه قیمت رو بده بالا، یا اصلا قیمت به فرض میخواد اینجا رو رد بکنه، یعنی بیاد اینجا همینجوری راحت ردش میکنه میره، یا نه میتونه اینجا یه واکنش یه ریتریسی برای ما بسازه. خلأ نقدینگی به این معنا نیست که اینجا هیچ نقدینگی وجود نداره که قیمت نتونه بهش واکنش بده. به این معناست پاز که اینجا نقدینگی هایی از جنس بای یا بای اوردر یا بای لیمیت وجود داره که در صورتی که قیمت وارد این فضا بشه، این فضای بین لوور و آپر بشه، قیمت بهش واکنش میده که اگر قیمت حالا بخواد سقف جدید بزنه به این حالت، اگه بخواد ردش بکنه به هر حال یه واکنشی اینجا توی این خلأ نقدینگی که اینجا هست یه واکنش اینجا به ما میده. حالا این موضوع برای بحث نزولیش هم هست، اما اگر گره ما یا فلگ ما صعودی بود توی این پاز ما نقدینگی هایی از جنس بایی داریم، اما اگر فلگ ما نزولی بود به این شکل این میشه فلگ برای ما. چرا فلگه؟ به خاطر اینکه تغییر فرکتال داره. این میشه برای ما آپر اف ال یا آپر فلگ لیمیت، این هم میشه لور فلگ لیمیت که این اف ال ها فلگ لیمیت های آپر و لور یک اسکیل از این فلگ ما کوچیک‌ترن، چون اینا فلگ لیمیت هم و این فلگ یک اسکیل بالاتره، فلگ لیمیت هم اسکیل قیمته. اینجا هم یه ردی به ما میده به این شکل که اینم میشه رد لور که ما بین اینجا هم یک پازی وجود داره، یک خلأ نقدینگی وجود داره که اینجا چون فلگ ما نزولیه، نقدینگی هایی که در این فضا وجود داره از جنس سله، از جنس فروشنده است، اما نقدینگی هایی که در این فضای بین این فلگ وجود داره، بین این آپر و لور این فلگ وجود داره از جنس بایه، از جنس خریداره. چرا؟ چون فلگ صعودیه، اینجا فلگ نزولیه. کل بحثی که این جلسه داریم همینه. یک بحث فلگ رو که از جلسه قبلی یاد گرفتیم چجوری تشخیص بدیم تغییر فرکتال ها رو. دو، این جلسه راجع به نحوه تشخیص فلگ لیمیت ها آشنا شدیم باش که یک خط میندازیم روی سقف و کف، میریم میبینیم به چه گره‌ای خورده، به عنوان آپر و لور رسمش میکنیم و رد این لور یا آپر رو هم میزنیم و فاصله بین این آپر و لور میشه پاز که اگر فلگ نزولی بود اینجا میشه نقدینگی از جنس فروشنده و اینجا میشه نقدینگی از جنس خریدار. حالا بریم چند تا مثال حل بکنیم. در اینجا ما یک تغییر فرکتالی داریم که این تغییر فرکتال رو من میام
به عنوان یک فلگ در نظر میگیرم به این شکل. این میشه فلگ من. حالا من باید یه خط بندازم اینجا ببینم به چه گره‌ای خورده. میبینم اینجا به این گره خورده، اومده بیس اینو مصرف کرده. پس من اینو به عنوان یک آپر در نظر میگیرم. حالا این خط رو میام میذارم روی کف فلگم ببینم از این ور به چه گره‌ای خورده. میبینم که اینجا اومده به این گره اینجا خورده. سوالی که ممکنه پیش بیاد براتون اینه که در اینجور شرایط ما مینور بگیریم یا ماژور. در اینجا ما ماژور بگیریم. فعلا هم شما ماژور بگیرید تا در جلسات آینده بیشتر حالا راجع به مسائل صحبت میکنم. اما فعلا هر چی که خواستین به عنوان فلگ لیمیت در نظر بگیرین به صورت ماژور بگیرین. به جای اینکه مثلا این گره رو در اینجا بگیرین به جاش گره ماژور رو در نظر بگیرین. این اشتباهه. الان ممکنه سوال باشه پیش بیاد براتون که خب الان این فلگ من که این تغییر فرکتال داره الان هم اندازه شده با لوور من، پس مگه میشه اصلا چرا اینجوری شد؟ باید یه چیزی هم اندازه این در می اومد برای من. پس چرا الان این لوور من که فلگ لیمیت منه هم اندازه با فلگ من در اومده؟ کم کم از این جلسه باید این موضوع رو متوجه بشیم که ما بر حسب سایز قرار نیست ماهیت بدیم به گره هامون، بر حسب مقیاس قرار کار بکنیم. این موضوعی که ما فلک ها رو داریم فعلا بر حسب تغییر فرکتال ها در نظر میگیریم یه سری بحث‌های مقیاسی داره که جلوتر بیشتر باهاش آشنا میشیم. پس بنابراین وقتی خط میندازید برای تغییر فرکتال هاتون اگر یک گره‌ای دیدین که به صورت ماژوره ماژور رو در نظر بگیرید. در اینجا باید بریم یه تایم پایین‌تر ببینیم اینجا گره‌ای برامون وجود داره یا نه، که میشه این تک کندل اینجا این گلفش کرده. البته میشه اینجا به این شکل ما اینو به عنوان رد لوور در نظر میگیریم. دوباره بریم تایم بالاتر که حالا حد فاصله بین این لوور تا این آپر برای ما یک پاز محسوب میشه. یعنی از اینجا تا اینجا رو ما یک پاز در نظر میگیریم به این شکل. پس این شد فلگ من، این شد آپر فلگ لیمیت من، این شد لوور فلگ لیمیت من و رد لوور فلگ لیمیت من شد این گره و حد فاصله بین اینجا رد لوور من تا آپر من اینو من به عنوان یک پاز در نظر میگیرم. که اگر اینجا دقت بکنید ما گفتیم که در فلگ های نزولی در پازش ما نقدینگی هایی از جنس سل داریم یا فروشنده داریم که در اینجا اگر ببینید قیمت اومده وارد پاز این فلگ شده و یه ریتریسی داده و بعد حرکت کرده. اینجوری نبوده که صاف بخواد همین یه مسیر رو مستقیم بره بالا. پس واکنش داریم داخل این پاسها معمولا. مثال بعدی رو بریم حل بکنیم. در اینجا ما یک تغییر فرکتال دیگه داریم به این شکل. من اینو پاک میکنم فعلا که گیج نشیم. اینو من به عنوان یک تغییر فرکتال در نظر میگیرم که لوورشو میشه همین خطی که کف باکسه. بیام چپ میبینم که وارد این گره اینجا شده. پس من اینو به عنوان لوورش در نظر میگیرم به رنگ آبی. آپرش هم یه خط میندازم میبینم که اومده حالا هم داخل این گره است هم داخل این گره است که من فعلا اینو در نظر میگیرم.
پس اینم شد آپر افل من یا آپر فلگ لیمیت من، که اگر الان من اینجا رو بیام یه رد آپر فلگ لیمیت همون بزنم، شده این گره اینجا که رد آپر فلگ لیمیت این فلگ من یکی شده با لوور این فلگ و دارید یه سری واکنش ها رو کم کم میبینید که جابجایی قیمت بین فرکتال و تغییر فرکتال های هم اسکیل چجوریه. اینا مال مباحث پیشرفته است، ولی فعلا میخوام این ارتباط بین گره ها رو کم کم تشخیص بدید رو چارت. اما برای این فلگ من یک لوور در آوردم، یک آپر در آوردم و رد این آپر شدیم. حالا من باید یک پاز اینجا مشخص کنم که پاز شد اینجا به این شکل. اتفاقی که افتاده چیه؟ قیمت اومده وارد این پاز شده و رفته یک سقف جدید زده. ببینید این لوور من، این فلگ من، این آپر من، برای این فلگ هم این شد آپر، این هم شد فلگ. قیمت اومده وارد پاز این فلگ صعودی شده، بعد اومده وارد پاز این فلگ نزولی شده، یک ریتریس زده و بعد رفته یک سقف جدید زده. چرا؟ چون وارد پاز این فلگ صعودی شده بود. پس به همین خوشگلی ما قراره کار بکنیم رو چارت و کم کم داریم تأثیر تروزون ها رو میبینیم. قبلا تو جلسات مقدماتی گفتیم یه سری گره رو حالا همینجوری هر چی که دوست داشتین بگیرین سواب بزنید که فقط تمرین سواب کشی گره باشید. اما از اینجا به بعد وقتی دارید فلگ رو به درستی تشخیص میدین، آپر و لوور ها رو هم به درستی تشخیص میدین و پازها رو رسم میکنید، میبینید قیمت چقدر داره بهتر واکنش میده نسبت به نواحی که دارید در میارید، که حالا این جلوتر خیلی بهینه تر، خیلی دقیق تر و کارآمدتر میشه، خیلی دقیق تر و بهتر میشه. مثال بعدی رو بریم حل بکنیم. برای مثال توی این لگ من این رو به عنوان یک تغییر فرکتال در نظر میگیرم. این یک تغییر فرکتال و یک فلگه برای من به رنگ مشکی. خب سقف این گره خورده به چه گره ای؟ خورده به این گره، ماژورش رو دارم رسم میکنم. این میشه آپر فلگ لیمیت من. کفش به چی خورده؟ یه خط میندازم، میرم چپ، میبینم اینجا اومده وارد این گره اینجا شده. اینو به عنوان یک لوور در نظر میگیرم. الان ممکنه باز سوال بشه چرا اینو مینوری گرفتیم اگه نگفتیم ماژور؟ چرا باید ماژور بگیریم؟ از عمد دارم یه سری کارهای اینجوری میکنم که متوجه مطالب بشید کاملا، که اگر تاکید میکنیم ماژور در نظر بگیرید توی مثالهای دیگه‌ای که حل میکنید قوانین رو یه موقع نقض نکنید. تحت هر شرایطی ما ماژور میگیریم فعلا. دلیلش هم اینه که جلوتر متوجه میشید. الان این سایز این گره خب اصلا از این فلگ هم بزرگتره، ولی اصلا مهم نیست، شما اهمیتی به این مسائل ندید. فقط اون گره‌ای که باید بهش خورده رو در نظر بگیرید و ردیابی بکنید. الان رد این لوور میشه چی؟ میشه این گره اینجا برای ما. به این صورت حالا من باید پاز رو رسم کنم. خب دوباره از اول این میشه فلگ من، این میشه آپر فلگ لیمیت من، این میشه لوور فلگ لیمیت من. حالا حد فاصله بین این رد لوورم تا آپرم میشه یک پاز. میبینید واکنشی که به این پاز داده به چه صورته؟ قیمت اومده ریخته
وارد پاز این فلک شده و بعد یک کف جدیدتر ساخته به این حالت. حتی بعدش هم که قیمت اومده بالا دوباره وارد این پاز شده، یه واکنشی داده، ریتریسی داده، بعد رفته بالا. و این دلیلیه که ما داریم میگیم داخل این پاز نقدینگی هایی از جنس سل وجود داره. چرا؟ چون وقتی قیمت بهش میخوره باعث میشه یک کف جدیدتر بسازه، یا اگه بخواد ردش کنه یه ریتریسی بهش میده. چرا؟ چون جنس سفارشاتی که اینجا وجود داره از جنس فروشنده است و باعث ریزش قیمت میشه. یه سری سوالاتی که روی مینور ماژور و اینا خودم میپرسم، خودم جواب میدم، به خاطر اینکه میدونیم بر حسب تجربه خیلی ممکنه براشون این مسئله سوال پیش شد، به خاطر همین خودمون میپرسیم، خودمونم جواب میدیم که یه سری باگ ها و حالا خوره های ذهنی توی ذهن افراد کمتر پیش بیاد. اینجا من یه دونه تغییر فرکتال دارم که اینو من به عنوان فلگ در نظر میگیرم که گفتیم فلگ میشه یک گره‌ای در یک فلگ لیمیتی که اسکیلش بالاتره. یه خط میندازم روی کفش ببینم به چه گره‌ای خورده، به این گره خورده، اینو به عنوان لوور در نظر میگیرم، لوور فلگ لیمیت. یه خط میندازم روی سقفش که حالا دیگه چشمی واضحه، نیاز به خط نیست، اینو به عنوان آپر در نظر میگیرم، آپر فلگ لیمیت. فقط خیلی دقت بکنید روی این رسم گره ها. یه موقع مثلا این شکلی رسم نکنید که شادو بالا پایین باشه، اینجوری تمام دیدگاه هامون خراب میشه. خیلی مهمه که اپسیلون پیپ رعایت بشه رسم گره ها. ردی که به ما میده سواپش اینه، این گره است، اینم میدیم جلو. حد فاصله بین آپر و لوور برای ما یک پاز محسوب میشه به این شکل. ببینیم آیا واکنشی هم داشته قیمت بهش که اصلا نرسیده هنوز بهش قیمت، فعلا هیچ واکنشی نداره. خب خود اینجا توی این لگ اگر بخوایم یک فلگ و یک تغییر فرکتال پیدا کنیم توی این لگ نزولی، ما میتونیم خود این گره رو به عنوان یک فلگ در نظر بگیریم که من فعلا اینو میدمش عقب، اینو من به عنوان فلگ در نظر میگیرم. ممکنه سوال بشه باز براتون، خب اگر این فلگه پس چرا اینجا ما به عنوان آپر این در نظر گرفتیم؟ خیلی وقتا ممکنه که قیمت برای اینکه جابجا بشه بازی میکنه بین گره های هم اسکیلش، که باز میگم اینجور موارد رو دیدید مال مباحث پیشرفته است که اصلا اونجا ما قراره آقای حسن‌زاده صحبت بکنه راجع به این که اصلا به چه نحوی قیمت قراره جابجا بشه بین این گره های هم اسکیل و هم مقیاس. مباحث پیشرفته است که جلوتر قطعا یاد خواهید گرفت. اینجا میشه آپر فلگ لیمیت من، اینجا یه خط با بندازم برای لوورش. لوورش هم چه گره‌ای میشه؟ این گره رو به من میده و این گره رو من به عنوان یک آپر، یک لوور در نظر میگیرم. این میشه لوور برای من، میدمش جلو و رد این گلف این گره میشه گره پایینی اگر اشتباه نکنم. بله اینجا این گلفش نکرده، پس گره پایینی برای ما معتبر میشه. این میشه رد لوور من به این حالت. حالا که آپر رو دارم، لوور رو هم دارم، حد فاصله اینجا برای من یک پاز محسوب میشه. حالا بیایم واکنش به اینو ببینیم. قیمت اومده اینجا وارد پاز این فلک شده، ریخته و بعد رفته بالا، با اینکه میخواسته بره بالا ولی اینجا ترمز قیمت رو کشیده. اگر صحبت هایی که راجع به نحوه
تشکیل افتیاح رو صحبت کردیم، جلسات قبلی رو یادتون باشه، گفتیم مثلا قیمت اینجا 1000 لات سفارش بای داره و میخواد این لول رو رد بکنه. این لول ممکنه 900 لات داخلش پول باشه. وقتی قیمت میاد اینو میشکونه 100 لات بیشتر دیگه اینجا پول همراهش نیست، مجبور اصلاح بده، استراحت کنه، قیمت بیاد داخل یک لول دیگه پول برداره و بعد حرکت کنه. کل اون توضیحاتی که توی جلسات قبلی دادیم اینجا قراره به صورت زنجیروار به هم دیگه وصل بشه. خیلی مهمه که درک بکنید که اصلا این نحوه تشکیل گره ها و پازهایی که داریم، خلأ نقدینگی هایی که داریم که نقدینگی از جنس فروشنده است یا این مثل اینجا نقدینگی از جنس خریداره، به چه صورتی داره اصلا قیمت رو برای ما تشکیل میده و اصلا چجوری قیمت حرکت میکنه. اینا به صورت زنجیروار به هم دیگه وصلن. دیگه مثال حالا ببینیم باز چیزی گیرمون میاد بخوایم پیدا بکنیم. برای مثال این رو من این گره رو به عنوان یک تغییر فرکتال در نظر میگیرم، با اینکه اینا هم تغییر فرکتال هستن، این هم تغییر فرکتاله، چون از گره های قبلی خودش که فرکتال هستن اینجا یک تغییر فرکتال رو اندازه داده. حالا من اینجا رو به عنوان یک فلک در نظر میگیرم. این میشه فلگ من، سقفش به چه گره‌ای خورده. سوال آیا اینو بگیرم درسته یا باید بیام اینو بگیرم؟ یا بیام اینو بگیرم؟ کدوم یکی از این سه تا گره درست تره؟ این مینوری که اینجا خواستیم بگیریم منظورم اینه. خب این اشتباه، چون ما اصلا گفتیم مینور نمیگیریم، فقط ماژور میگیریم. پس این هست. حالا بین این گره و گره‌ای که اینجا هست کدومو در نظر بگیریم؟ ما این گره رو در نظر نمیگیریم، چون احتمال اینکه این اصلا مصرف شده باشه توسط این گره اینجا خب هست، چون تا بیخش هم رفته، بنابراین اینم در نظر نمیگیریم و این گره‌ای که فرش در هست رو مد نظر قرار میدیم. پس این شد آپر فلگ لیمیت من. یه خط میندازیم روی کفش، میریم چپ، به چه گره‌ای رسیدیم؟ الان من هم این گره رو دارم براش، هم اینو دارم، و هم این گره مینور رو دارم. کدومو در نظر بگیرم؟ خب مینورا رو گفتیم در نظر نمیگیریم، پس این هست. بعد موضوع بعدی که گفتیم فرشه رو در نظر میگیریم، پس اینم احتمال مصرف شدنش هست، پس اینم نمیگیریم، پس اینو الان به عنوان لور در نظر میگیریم. بیایم جلو ببینیم ردش چه گره‌ای رو برای ما میسازه. گره‌ای که برای ما ساخت اینه، این گره اینجاست به این شکل. این میشه یک پاز برای ما، این میشه یک پاز که نقدینگی از جنس فروشنده داره، که اگر دقت بکنی قیمت اومده وارد این نقدینگی اینجا شده و ریخته یک کف جدید تر زده. به این حالت ممکنه سوال بشه براتون که این الان گره مینور منه و قیمت اومده بعدش ماژور کرده، من کدوم گره رو در نظر بگیرم؟ شما قبل از اینکه اگر بخواید مثلا قیمت اینجاست در نظر بگیری، خب طبیعتا باید مینور رو بگیری و بعدش که قیمت جلوتر میره میبینید که به چه صورت وقتی وارد این پاز میشه گره ساخته میشه. حالا من این یه ذره بدم تایم رو بالاتر. خب برگردیم تایم خودمون. پس اگر من مینورش رو در نظر بگیرم متوجه میشم که اصلا این گره اینجا به چه نحوی اصلا ساخته شده، چرایی ساخته شدن این گره رو متوجه میشم.
چون وارد پاز این فلک شده. حالا اگر بخوام ماژور بگیرم که ماژورش درست تر هست برای الان، متوجه میشم که پاز من الان اینجاست. این میشه پاز من برای این فلک. حالا بریم جلوتر ببینیم اینجا واکنشی داریم. ببرم اینجا رو. تایم بریم بالاتر. ببینید اینجا رو، قیمت اومده وارد این پاز شده، ریخته و بعد حرکت کرده. حتی اگر ماژورش هم نخوایم در نظر بگیریم، ببینید اینجا قیمت خیلی شارپ حرکت کرده. وقتی وارد این پاز این گره شده، پاز این فلک شده، یه ترمزی به این قدرت خریدارها زده. اینجا ببینید تیری درایو برای ما تشکیل داد. تیری درایو گفتیم الگوی چیه؟ بازگشتی و تسویه قیمته. چرا باید قیمت اینجا تسویه کنه؟ چون وارد یک پاز فروشنده ها شده. پس بیجا نیست که مثلا تیری درایو یه جایی تشکیل میشه یا یه جایی سی پی تشکیل میشه و اینکه مثلا ما میبینیم اینجا داره سوینگ های، اینجا اگر ما میبینیم داره سوینگ های نزولی، سقف های اینجا تشکیل میشه، بی دلیل نیست، چون وارد یک سری پازهای از جنس فروشنده شده و این پاز فروشنده ها باعث شده ترمز قیمت اینجا بخوره، یک الگوی تیری درایو اینجا برای ما ساخته بشه و بعد از اینکه قیمت یک ریتریسی داده، حرکت کرده دوباره به سمت بالا که در آینده ما متوجه میشیم که اصلا چرا تا اینجا اومد، قیمت از اینجا حرکت کرده، چرا تا اینجا اومد رفت بالا، از کجا پیدا کنیم مثلا این نقطه انتهای اصلاح رو. اینا مسائلیه که مال آینده است، ولی فعلا من از شما میخوام که یک فلک تشخیص بدین، یک آپر فلگ لیمیت، یک لوور فلگ لیمیت. رد لوور حالا اگرم سعودی بود که رد آپر رو بزنید و پاز ما بینش رو تشخیص بدین و واکنش هایی که داخل این پازها براتون ساخته میشه رو هم در نظر بگیرید. تا جلسه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که به بهترین نحو تمریناتتون رو انجام بدید.